شب، یک روز البته روز جمعه که دعوت کرده بودن، بنده جایی نمیرم، اما خب اصرار زیاد و اون 3 نفر که یکیشون هم اهل علم بود، هر 3 مخالف رهبر کبیر بود، ولی بینی و بین الله هر چی که برخلاف گفتن بنده دفع کردم. بعد نهار خوردیم اومدیم منزل و استراحت. بعد دیدم آقا وارد شد، فرمودند که امروز مهمانی بودی، منزل فلان کس بودی، این حرفا مطرح شد. آخه اینه دیگه، مقام امام اینه، بنا عرف الله لولانا ما عرف الله، اگر ما نباشیم خدا شناخته نمیشه. گفت اونها که این صحبت ها رو کردن خوب بود که بلند می شدی، چرا بلند نشدی بیای نهار نخوری که تبری بجویی از حرفهای اونها. خلص العمل ان الصراف دقیق دقیق. تمام حرکات و سکنات شما، صحبتهای شما عرض می شود که در حضور ولی الله اعظم. ارتباط علما با